سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرانی عزیز، برادران نورباریز، برادر ما هممون امروز همین پرزیدنت غیر قانونی امامعلی رحمان ما را چیکار کرد؟ خور ذلیل کرد، غلامون کرد. غلام از ما سرکگی اینا اینجا نگاه که سترویکا همینجا هممون در روسیه ما غلامیم. برای این برادرای عزیز مهاجرو ما نمیدونم این روز اگر که ما اروپا گپ زنم شما گپ تونم میوید میگه که ای رفتی در اروپا نمیدونم در امریکا بعد گپ میزنی به طرف امامعلی بعد مثلا اینجا دا چی میکنی چی میگنش دعوت میکنی و نمیدونم امامعلی را هر گپ میگویی که ما را نصیحت میکنی ما را دعوت میکنی. اینا ما هم در روسیه اینا سترویکا رنگ شما چی میگنش подсобники یا که همیشه کاتوره نمخیل کرده رفته ایستم جاشی دامون چی ما اینا لپتکا اینا لپتکا میگن همه امامعلی را کو اینا سرش همه خما اینا لپتکا همه میزنه پشت سر امامعلی ده بعد وقت از سه جو سر شیشکا میبره. برای همین دوستای عزیز مهاجرو در کل نیست وقتا کو این توکای ما خیلی میریم یا شرمندگی برای ما وقتی ای بای مورا سر میکنن رنگ همیت تلبنده که همیت در بزا تق تق که سرت میکنن بو بگه میای میگه مرا بته مجبور پول بو میگه که مرا مجبور پول بته یا که مرا مجبور نام بته خیلی روز بس بده یا توکای میرین این همیجا بگیم نمیدونم برای دکمین چیده بازد میم بریم یک برادرمون چند که یک سال شید در اون خانکی مور نمیدونم برای جای خوش میم بریم میکشند کورچت میزنن کسل میشه یعنی سرکو میغلطی همه طرف میم بریم. خلاصه برادرای عزیز مهاجرو نمی شهروندان توجیکی که در روسیه هستین ای همه همچون یک توجیک مسلمان شهروند شما برای شما التماس میکنم التماس بخزینه بچه با خدایش با میگو که این ما گپ زدیستم کنه یگان جو دنیا چپا نشید یا اون کس نکشتم ما برای دینمون برای ننگ ناموس وطنمون باید بخزینه فرق نداره. تو امروز بعضی شاید بگو که ای با ما چی میشه با ما توقع اینا با ما توقع شیده سای کنینا ما کدیستم ایما ای چی میگنش ای هدای وظیفه خودم ما برمالیستم انشالله یعنی چند قگه که تونیستم گفتستم اینا امروز من اینترنت در پارتم بگذار جهان تماشاش میکنم اینا همه شما تماشاش کردین توجیکستان تماشاش کنه فرق نداره. من میدونم که یا دنمیجا میبرم به همین اگر نما امامعلی را میج گاب نگم همین ظلمو را حکومت هیچ گاب نگم من اینجا شاید همین یگون کرپیچ یگون چی دستر میزنه بمبرم اینجا بعد چی میشه بعد ما را گفتیم برادر کی رنگ حیوان وری بخره خوب کنه بعد اون چی سوال جواب میکنه در پیش خداوند خدای ما میپرسه آخه دای دنیا یه قدر عمر تا چی گذروندی جوانی تا چی گذروندی ما امروز بچه یاشیم نمیدونم لبا رزبو را تنج میکنیم کورچه کشی میکنیم ریس میکنیم برای دزدی برای غریب برای گیره میریم میشینیم ترماده لیکن میترسیم که برای دین اسلام بریم بشینیم ترماده که بکشنمون که همه خوبه همه برای فایده هم جمعیت هم برای مثال آخرت بود. برای همین دوستای عزیز با گفتستم نترسین وحشی نترسین بچه شما مردین مسلمانه نه شما تصور کنید در همه همی بگیم ستران همی جهان دنیا ده همه دولت ده میبینی که بدین میخیزه برای لبوی کارش میخیزه ما برای دینمون نمیخیزیم اقلا برای وطن نمیخیزی برای مادرت کی مثال وطن تا فروخت ولی نمی اسفاره دکو نمو قشلاق او فروخته او کازیول او پیتوخ امامعلی نمو را فروخت به هر هم قشلاق برای همون به وطن میشه دیگه پاسپورت روسیت فایده نمیگه پاسپورت نمی تیلویی که داشته باشی روید میکنه که برای دولت ما گم شد بعد چیکار میکنی بعد دیگه گریت فایده نمیکنه پشیمانیت فایده نمیکنه بگم با گفته سانکین اما نه مثل تروریست نه اکستریمیست نه بگیم سوریا دمی جدا نیست نه استروکا نه روسیه دمی گاز نه لاپوت کام همین عراقه ولی امامعلی ممکن ما تروریست بگه این عراق همین عراق باشه لیکن ما افتامات امامعلی ای میترسه که بای میزننش و افتامات خوبه که تیرش میزنی میبره اینقدر بدبخت هم خیز زدن میگه سراش نترسین با میگم جوان باشین مردک باشین مسلمان باشین از خوابی گران خیزین از خوابی گران خیزین از خوابی گران خیزین